به نام خدا. رنگ زدنمون رو شروع میکنیم. قلم رو به آب میزنیم، به رنگ میزنیم. البته رنگ هایی که داریم آماده است، فقط میخوام غلظتش رو یکم کمتر بکنم. به قرمز میزنم، تا رنگ نارنجی رو داشته باشم. خب این قسمت پارچه خشکه. من از اینجا شروع میکنم به رنگامیزی. برای روشن‌تر شدنش یه مقدار آب میزنم. که حالت سایه روشن ایجاد بشه. و خطی درست نشه، یعنی به حالت محو در بیاد. الان این قسمت رو میام رنگ زرد میزنم. میبینید کاملا محو میشه. دقت بکنید که آب زیاد از حد نزنید. رنگ ها در حالت نیمه آماده هستند. قبل از مصرف هم رنگ ها رو باید خوب تکون بدید. این قسمتش رو میخوام تیره بکنم. پارافینی که زدیم اجازه نمیده رنگ به قسمت‌های دیگه نفوذ بکنه و از آب مجددا استفاده میکنم برای روشن‌تر شدنش. اجازه میدیم این قسمت خشک بشه. برای برگ ها رنگ زرد رو اول میزنم. یه مقدار آب میزنم پخش بشه. و سپس رنگ آبی رو میبینید سبز شد. اگه بخوام تیره تر بشه این قسمت، هیچ وقت از رنگ سیاه استفاده نمی کنم. از خود رنگ آبی میام کمک میگیرم. مجدد برگ دیگرش رو شروع میکنم. حالت آبرنگی رو بهش میدم.
اینجا برعکس از نوک برگ تیرگی رو میدم بهش. اینا همه سلیقه‌ایه که چطور رنگش رو انجام بدیم، ولی درست ترکیب کردن رنگ مهمه که رنگ ها رو جوری ترکیب بکنیم که کدر نشن و شفافیتشون رو از دست ندن. در ادامه قسمت هایی که اطراف کار هست یا همون پس زمینه رو میخوام شروع به رنگ‌آمیزی بکنم. توی این کار ابتدا با یه قلموی تمیز میام خیس میکنم. ببینید وقتی که خیس میکنیم، همون تکنیک خیس در خیس، رنگ به خوبی پخش میشه و ایجاد لک رنگ نمیکنه و رنگ هایی رو که دوست داریم در کنارش میذاریم. ببینید اینجا رنگ زیاد شد، میام آب بهش میزنم تا روشن‌تر و رقیق‌تر بشه. گفتیم اون قسمتی رو که نمیخواید تیره بشه با دستمال کاغذی میتونید رنگ رو بردارید یا اگه آب زیاد بود آب رو جمع کنید. همینطور تیکه تیکه بهش آب اضافه میکنیم. بیش از اندازه هم نباید آب بریزیم که پارچه شل میشه و رنگ ها به هم میریزن. رنگ ملایم و خیلی دلچسب رو به کارتون بدید. اگه دوست داشته باشید ایجاد لکه بکنه باید به پارچتون آب نزنید. همون به قلمو و رنگ که آب میزنید کافیه تا مرز رنگ ها ایجاد خط بکنه. مونده به سلیقه. حالا من توی این کار دوست داشتم هیچ لکه ای نمونه، یه حالت آب رنگی پیدا بکنه. روی گلمو الان میام یه مقدار روش کار میکنم. این قسمت رو میخوام یه مقدار تیره تر باشه.
خب اجازه میدم تا کار کاملا خشک بشه تا مرحله بعدی رو روش پیاده کنم.